سلام، خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های ما. خوردن است نی؟ خالی است؟ ای پر میشه تا خالی نمیمانه. امروز یک کار جالب میکنم و یک چیز متفاوت آماده میکنم خودم در خانه. برین ببینین اول طرز تهیهش، باز یک جای نوشجان میکنیم. سیست تنتنن این آماده شد. جوس ام خام. کسایی که ام خام دوست دارن و قشیرنی زیاد خوش ندارن دیگه، مزه که ترش رقمک داره، بسیار زیاد خوبیش است. اینه بین از او تو یخم که افتید. او خب یه خود میشه خلاصه نمیشه. ایماندن. اوکی، بسم الله گفته شروع میکنیم. بسم الله. مزه‌دار خوبش.